کنکور رو در این زمان باقی مونده به صورت تضمینی قبول شو. اگه فقط 30 تا 60 رو تا کنکور مونده هنوز شانس قبولی داری. شاید باورت نشه ولی هر سال افرادی هستن که تو همین زمان کم از هزاران نفر جلو میزنن، اما دقیقاً چه کاری انجام میدن که بقیه انجام نمیدن؟ تا آخر ویدیو همراه من باش، چون جواب این سوال میتونه نتیجه کنکورت رو عوض کنه. بیشتر داوطلب‌ها وقتی میبینن زمان کمی مونده دچار استرس میشن، شروع میکنن به دیدن ساعت، مقایسه خودشون با بقیه و فکر کردن به اینکه دیگه نمیرسم. اما همین طرز فکر بزرگترین اشتباهه. حقیقت اینه که در هفته‌های آخر برنده کسی نیست که بیشتر کتاب خونده، برنده کسیه که هوشمندانه تر درس میخونه. پس جواب سوال اول اینه: بله، هنوز میتونی قبول بشی، به شرطی که روش مطالعات رو عوض کنی. نکته اول: روی نقاط پربازه تمرکز کن. همه فصل‌ها ارزش یکسانی ندارن. اولویتت باید مباحثی باشه که هم سوال‌های بیشتری داره و هم یادگیریشون زمان کمتری میبره. نکته دوم: آزمون دادن از درس خوندن مهمتره. خیلی‌ها فقط کتاب میخونن، اما وقتی سر جلسه آزمون میشینن نمیتونن اطلاعاتشون رو استفاده کنن. هر آزمون آزمایشی نقاط ضعف رو به نشون میده، چیزی که فقط با مطالعه معمولی مشخص نمیشه. نکته سوم: مرور و باز هم مرور. مغز اطلاعاتی که مرور نشه رو خیلی سریع فراموش میکنه. به جای اینکه هر روز مطالب جدید بخونی، بخشی از زمانت رو به مرور اختصاص بده. نکته چهارم: خواب رو قربانی نکن. خیلی‌ها فکر میکنن اگر کمتر بخوابن موفق‌تر میشن، اما تحقیقات نشون داده خواب کافی باعث تثبیت اطلاعات در حافظه و افزایش تمرکز میشه. نکته پنجم: کیفیت مهمتر از تعداد ساعته. 8 ساعت مطالعه با تمرکز از 14 ساعت مطالعه همراه با گوشی، حواس پرتی و خستگی ارزش بیشتری داره. حالا برگردیم به سوال اول: آیا با زمان کم میشه کنکور رو قبول شد؟ بله، اما نه با معجزه، نه با شانس و نه با شب بیداری های بی هدف. قبولی زمانی اتفاق میفته که روی مباحث مهم تمرکز کنی، مرتب آزمون بدی، مرور کنی و خواب کافی داشته باشی و با برنامه پیش بری. همین چند هفته میتونه فاصله بین شکست و موفقیت باشه. اگر میخوای هر روز نکات علمی و کاربردی یاد بگیری که واقعاً به موفقیتت کمک کنه، همین الان کانال باهوشو رو سابسکرایب کن و لایک رو بزن که کنکوری های بیشتر این ویدیو رو ببینن و زنگوله رو هم فعال کن تا هیچ ویدیویی رو از دست ندی. و تا یک ویدیوی دیگر از کانال باهوشو، خدا نگهدار.